از معلومات فوری سررئیس کشاورزی برمی‌آید که سال جاری کشتی بهاری زراعت به مساحت 172990 گکتار به نقشه کاری گرفته شده. در این سمت خواجه‌گداران با نظرداشت مساعد آمدن هوا، یعنی فرارسی روزهای بی‌بارش که طبق معلومات اداره هواسنجی از سال 29 مارس آغاز و ادامه می‌یابد، کارهای صحرایی را وسعت تازه می‌بخشند. چنانچه سال جاری کشتی پخته به مساحت 59633 گکتار به نقشه گرفته شده. با نظرداشت سال جاری راه اندازی گردیدن کشتی زیر پلانکه پخته نیز کشتی آن تا به امروز در میدان 57 گکتار گذرانیده شده است. همزمان کشتی کارتوشکا باید که سال جاری در حدود شهر و ناحیه‌های اگروصنعتی 18500 گکتار گذرانده شده. از این نشانداد 1205 گکتارش را کارتوشک بر وقتی تشکیل می‌دهد. از معلومات دسترس گردیده برمی‌آید که تا به امروز کشتی کارتوشکا در مجموع به مساحت 2327 گکتار راه اندازی گردیده. کشاورزان ناحیه‌های اساسی کارتوشکا پرور به مانند دیوشتیج، استرافشان، شهرستان، کوهستان مسجد و پنجکند، عینو و اصفهان به این سمت کار وسعت می‌بخشند. غله‌دانگی‌ها یعنی جو گندم باشد. سال جاری کشتی بهاری این نوع زراعت به میدان 50119 گکتار در نظر داشته شده، اساساً در زمین‌های للمی گذرانیده می‌شود. در این سمت ناحیه دیوشتیج از للمیکاران اساسی محسوب می‌یابد. طبق درنامه در فصل بهار باید ما در میدان 18450 گکتار کشتی غله‌گاه گذرانیم. این هم باشد اساساً در زمین‌های للم به حساب می‌رود. کشاورزان ناحیه کوشش کرده ایستادند که در زمین‌های آبی بیشتر زراعت‌های طلب روز به مانند کارتوشکا، سبزیجات در زمین‌های آبی که غله کش کردیم تا 70-80 سنت حاصل دلخواه گیرند. البته در این باره تجربه در جماعت دیهاتی اسماعیل سامانی، جماعت دیهاتی وحدت، موجین، دلیان بالا، راساود و قسم پایان ناحیه به هم در زمین‌های آبی 1 گکتار به حساب میانه 50-60 سنت حاصل گندم رویانده ایستادیم. خواجگی دیهاتی ولایت فراگیری ساحه‌های مختلف استحصالی و باغ و تاک‌زار است که آن در فراوانی بازار استعمالی مردم و دسترسی همه قشرهای جامعه به محصول مهنت کشاورزان نقش مهم دارد. ماه اپریل برای خواجگداران مرحله اساسی آغاز کشتی همه زراعت‌های خوراک و تکنیکی محسوب یافته. محض در همین ماه باید که کشتی پخته نیز آغاز و انجام یابد. یکی از زراعت‌های اساسی ما بعد پخته این سبزیجات به حساب می‌رود که دورنمای کشتی آن در میدان 9751 گکتار پیش بینی گردیده است. طبق معلومات فوری از سال 28 سال جاری در میدان 3014 گکتار کشت گذرانده شده است که پیازی در میدان 2787 گکتار، سبزی 195 گکتار، بادرینگ 3 گکتار، پمیدار 1 گکتار، کرم 4 گکتار، اینچنین دیگر نمودی سبزیجات ها به میدان 24 گکتار کشت گذرانده ایستاده ایم.